شما قرار پاپا بشه ولی نه قراره که عمه بشی. میگم قرار خاله بشی. قرار مامان بزرگ بشی مامی جون. پاپا میشم راستش بخوای. من داری عمه میشی نیکا هم داره خاله میشی. باور کن. سلام بک تو یوتیوب فارسی. خوش اومدیم به ویدیو دیگه با من و دیانا. امروز ویدیو داریم. چه ویدیویی؟ دیانا خانم شده و یه کوچولو موچولو تو راه داریم. داشته قرار پاپا بشه ولی نه پاپا امید. خبر پاپا شدن رو قرار به بچه ها بدیم. قرار به امیر روز نیکا مامانم خواهرم همه زنگ بزنیم بهشون بگیم که قرار بشه پاپا شه. همین الان که فهمیدیم گفتم دیانا بیا یه ویدیو یوتیوب بگیریم زنگ بزنیم. امید نیکا اوکی but مامان پاپا رو بگو. زنگ بزنیم ببینیم ریاکشنشون چیه. اولین بار که میشنون شوک میشن، خوشحال میشن، ناراحت میشن. ببینیم چی میشه دیگه. بریم دیانا. بریم که زنگ بزنیم. بریم. خب اولین نفر قراره به خواهرم زنگ بزنیم. نمیدونم نظرش چیه. خودش هم بچه داره البته ولی خب نمیدونم ریاکشنش چجوری میتونه باشه. بریم که بگیریمش دیگه. بریم زنگ بزنیم. صداشم زیاد کنم. الو سلام جیگر طلایی من. حالت چطوره؟ خوبی؟ قربون جیگر تو فدات شم. دلم خیلی تنگ شده برات. دیانا خوبه؟ سلام داره؟ سلام میرسونه؟ آره میبینی بهتون دیگه. عید قرار بویم با هم دیگه بریم خوردش فعال کنیم. دلم بچه‌ها که همش لحظه شماری میکنن دیگه. بابا ما هم همینطور بخوام. خیلی وقت پتو واقعا خیلی باحال شده. حالا بیای حالا ببین پتو رو گفتی یه خبر خوش دارم برات. خیلی خفن. چی؟ ببین قراره که داش امید پاپا بشه. قراره نازی جون خاله بشی. پاپا بشه؟ خاله بشی قراره. ببخشی عمه بشی. قراره که عمه بشی. میگم قراره خاله بشی. جدی میگم قراره که یه دونه سرت امید. چرا؟ اون چه کاریه یعنی چی؟ ای قربونت برم میگم قراره پاپا بشم دیگه بالاخره. دهنه بوی شیر میده. برو بابا جدی میگم 25 ساله. چی دهنه بوی شیر؟ 25 سالم شده دیگه. دیانا هم اینجا قراره با هم دیگه ببین فکر کنم الان تازه 2 روزه دیگه. قرار شده امروز یه ویدیو بگیریم که به شما بگیم دیگه. خوشحال نشدی؟ جدی میگم نه باور کن سر کارت نذاشتم قربونت برم. بابا جدی میگم. خب بابا منم یه به خودت الان کیانیلا نیست دیگه. چرا نمیای؟ نه باور کن جدی میگم. بابا دیانا الان اینجا با هم دیگه قرار شد خبر شد بدیم. You don't believe. بگو به جون نازی. به جون نازی که نمیتونم بگم چون شوخی کردم. قرار زنگ خود اذیتت چیگر تو خورم ببخشیدش. بابا چرا؟ خب الان من الان اینو نگفتم. خب بالاخره 4 ساعت دیگه من خب زنگ بزنم اینو بگم. می‌خواستم به خدا دستام یخ شد. چرا؟ خب اول آخر که باید این خبر رو بیاد. الان نه 1 سال دیگه نه 6 ماه 2 سال دیگه. بالاخره که باید این با این حقیقت رو برو بشی. قربونت برم. اصلا نمیدونی نفسم داشت بند میومد. قربونت برم جیگر تو بخورم. اصلا مادرگیشو نداشتم. عشقم ببخشید. مال خبر مادر شدن خودم کم ببین با وسط ویدیوی نه چکلو میکنیم الان وسط ویدیو یوتیوبیم اتفاقا. آره وسط ویدیو یوتیوبی. با اجازه ویدیو یوتیوبتون رو میخوام پخش کنم. مرسی سلام دیانا اینجا. عشقم خوبی؟ خوبم مرسی. خیلی کشمتون.
میکشم تکیلیو آقا نفر بعدی هم مامانم گفتم یه زنه بهش بزنیم. مامانم رو نمیخوام ویدیو کال کنم باهاش، میخوام چون واقعا جرأتش هم ندارم ویدیو کال کنم، میخوام وایس کال کنم بیانه با مامیم. بریم تو کارش. Wait. به نظرتون نظرش چیه؟ به نظر باید چی تیم؟ I don't know. به نظر Your mother خیلی مهربون. خیلی مهربون ولی مامان Let's go. No, it's this time. سلام عشقم. خوبی امید جان؟ قربونه فدای چند جیگرت جون. فروشگاه هستم ها. می‌دونم. چیزی اگه لازمه بگیرم. عشق منی دمت گرم. مامی جون نه چیزی لازم نداره. من و دیانا می‌خواستیم یه چیزی رو بهت بگیم، بعد خونه بودی رومون نشد بگیم، گفتیم بذار رفتی بیرون زنگ بزنیم بهت. چرا چیزی نه چیزی نشده. هر چیزی شده. میدونی چی شده؟ نه قرار مامان بزرگ بشی مامی جون. قرار مامان بزرگ قرار بشی. با من شوخی نکن. دوست ندارم شوخی کنی اینطوری. بابا شوخی نمیکنم قربونت برم. چرا دوست نداری؟ من بالاخره باید مامان بزرگ بشی. نه راستشو نمیگی. خیلی ناراحت میشم. چرا ناراحت میشی؟ قربونت برم. من فکرم خوشحال میشی. اینطوری که مگه شما عقد کردین؟ بابا الان سن شما الان به بچه دار شدم میرسه. بابا من 25 سال الان عقد کردم که بعد الان سال 2022 قربونت برم. اعصابم خراب میشه. الان تو فروشگاه هم به خدا همونجا گریه میکنم. نه گریه نکن قربونت برم. میگم قرار مامان بزرگ بشی. من دیانا قرار نه نمیخوام اینطوری مامان بزرگ بشم. بابا مارس مگه الان موقع مامان بزرگ شدن منه؟ نه شوخی کردم قربونت برم. جیگر طلا اعصابتو خورد نکن. می‌خواستم واقعا ببینم اگه یه روز قرار مامان بزرگ بشی ریاکشن چجوریه که دیدم دیگه قربونت برم. هیچ وقت فکر نمی‌کنم دیگه مامان بزرگ. منو خراب می‌کنی دست و پام می‌لرزه به خدا. جیگرتو بابا قربونت برم. دیگه اصلا این جمله رو به من اینطوری نگو. همه اینا رو بعد از عقد میشنوه. چشم میبوسم به عشقم. بذار اومدی خونه باهات صحبت میکنم. یه دقیقه شوک شدم. خدا امید بابا این خانواده چرا ریاکشن نه دوست نداره. نه you didn't married. why you before married اوه جدی؟ آره بچه خیلی ناراحت شد. نه نمیخوام اینطوری مامان بزرگ بشم. چیکار مثلا میکنی؟ 2022 دیگه بیبی داره؟ بیبیو چیکارش کنه؟ من میگم بیا بریم ببین خانواده الان ریاکشنشون یه خورده تون بود. بیا بریم به امیرروز و نیکا زنگ بزنیم باچو ویدیو کال کنیم ببینیم اونا ریاکشنشون چیه. We should change location. آره بعد لوکیشن عوض کنیم بریم که ویدیو کال کنیم. امیرروز و نیکا رو گفتم بذار واسهتون ویدیو کال کنم که یه خورده باحال‌تر باشه. نه دیگه هیجانش بیشتر باشه. بریم ببینیم که چی جوریاست ریاکشنشون چی میتونه باشه. این نمیترسم. اینو نمیترسه دیگه. خب اول امیر رو بگیرم. First I say Diana is here too. You want to say something? سلام بر جیگر طلا. بروسکی چطوری؟ خوبی چکریم چیکار میکنیم؟ سلام میکا چطوری؟ آقا بیا ببینیمتون جیگر طلا دارم تنگ شده. جدی؟ آره خدا. آقا ما یه موضوعی برام خیلی ما یه موضوعی برام پیش اومد امروز. بعد داداش هنوز موندم چجوری بخور. دیانا هم اینجا. سلام. هلو. چطوری؟ آقا یه داستانی پیش اومد نمیدونیم چیکار. گفتم به دیانا گفتم زنگ بزنیم به امیر و نیکا ببینم اونا نظرشون چیه باز دستشون تو کاره. نیکا بوس. سلام دیانا. سلام. خوبه مرسی. تو خوبی؟ داداش خانوادگی که از زن بچه رو برداشتی اردی اتفاقا بحث خانوادگیه داداش. داستانی که شده اینه که من دارم داداش پاپا میشم راستشو بخوای. من داری عمو میشی
نیکا هم داره خاله باور کن. چی الان دوست داری؟ با همیشه میگفتین نه ما خودمونم شوک شده میدونید دست یعنی واقعا شوک شد. الان دیگه نمیبینمت. داداش میبینی چرا نبینی داداش میبینیم. داداش بچه نه والا میذارمش چی؟ نه شوخی نمیکنم جدی میگم بابا میخوای بیا بذار عکسشو الان برات میفرستم. عکس چیو؟ عکس مثبت تست. بعد نمیدونم چجوری بابا میگم نمیدونم چجوری به مامان داداش 25 سالم شده داداش دیگه الان من بابام 26 اسمشو مارسلو عبداللهی دختر بود فکر نکنم هنوز داشت. آره دختر نداری. پسر چی میخوایم بزنیم؟ میخوایم اسمی که شما میخوایم جوانا میگه جوانا ولی به دیانا گفتم خوب نیه یا اهل ماری جوانا میگه بچه‌م اسم بچه دومه پسر اگه بود خب باید بذاری که چی بذاره؟ اسم دختر رو بذارم ماری پسر رو بذارم جوانا بعد دوتاشونو میخوام صدا کنم میگم ماری جوانا باحال میشه اونجوری هم فکر خوبیه گرل ماری بوی خوشحال شدی؟ ولی حس میکنم یه خورده امیر یه خورده خوشحال شدی داداش رفاقت هم تصدیل بابا اشغال میکنیم این تابستون میتره کنیم انشالله. این تابستون دیانا میشه دیگه 4-5 ماهش دیگه. آره دیگه فکر کنم یه خورده آره ولی باحال میشه 6 دقیقه باحال شیطنش میاد جلو دیگه باحال میشه دیگه با هم دیگه طوری دیگه امیر ولی باحال میشه به جون خودم داداش کلی اینستاگرام میتره کنه دیگه اینستاگرام داداش میتره کنه به بچه بیاری باحال دیگه داداش کلی سوژه جدید میاد استوری میذاری از مسئله به تو چی هست داداش نه بالاخره داداش بچه باحاله دیگه تو الان خودت دوست نداری بچه بیاری مونیکا خب باحاله اینجوری شبا پا میشه موام میکنه آنکا امیروز داداش اومد باور کن حالا من داداش بابا اینا بیرونن نمیدونم چیکار کنم الان دارم میان چی بهشون بگم چه جوری بگم اینو زنگ زدیم باهاتون صحبت کنیم تو چی بهشون بگیم راجع به بچه خوشحال میشن خدا کنه حالا بابا دیگه فردا پس فردا میبینم توی ذره راجع سوال الان زنگ زدم به نظرتون چی بگم بهش یا اصلا ادامهش بدیم به دیانا از یه طرف واسم بگیم داش نه میگم آخه یه سری کارا میشد کرد حالا من رو نشده دیانا بگم گفتم ببینیم چیکارش کنیم داداش من میگم اونم متوجه شدم نیکا منظورتون ولی حالا ببینم تو کارش دیگه حالا فردایی با که بودیم میبینم توی صحبت ریز با هم بزنیم چون واقعا خودم شوک شدم دیگه گفتم توی زن بگم آجی چی شده بود دیگه خیلی عشق من حالا فردا ببینم با هم صحبت می‌کنیم یه خورده شوک مرسی و یه شیرینی توفل هم شما هستی جیگرتون من شیرینی میدم داداش من شیرینی میدم جیگری مراقبت کن شبتون بخیر شبتون بخیر آقا امیر و نیکا رو بهشون نگفتم گفتم بذار شوک بمونن تا سری بعدی که ببینیمشون دیگه همه چی شوک همه چی شوک یه همه شوک شدن بچه‌ها آقا اگه ببینم این ویدیو رو دوست داشتین پارت 2 شو براتون درست میکنم به دوستای دیگه‌مون زنگ میزنم بچه‌های اینستاگرام و یوتیوب سعی میکنم بیشتر زنگ بزنم این ویورره سکند پارت داره این ویورره سکند پارت داره من میگم که ویدیو رو تا اینجا دیدین یه لایک بزنید کامنت نظرتون رو بزنید